8 میلیارد انسان روی کره خاکی زندگی می‌کنند و ما می‌خوایم 10 نفر از جذاب‌ترین اونها رو معرفی کنیم. این مقایسه بر اساس تحقیق در معتبرترین منابع جهان مثل مجله‌های مد و رسانه‌های فعال در موضوعات مربوط به سلبریتی‌ها و رسانه‌های تخصصی مردانه صورت گرفته. رتبه 10 کریس همسورث بازیگری از قلب استرالیاست. او به دلیل سلیقه بی‌عیب و نقصش در انتخاب لباس توجه زیادی رو به خود جلب کرده. زیبایی چهره، قد نسبتاً بلند، بدن ورزشکاری و سلیقه مد او گواهی بر انتخاب اوست. این بازیگر با ایفای نقش سور در فیلم‌های دنیای سینمایی مارول توانست به شهرت زیادی دست پیدا کنه. رتبه 9 جورج کلونی یک شخصیت نمادین در زیبایی و استایل است و اغلب از لباسهای سرمه‌ای و خاکستری و مشکی استفاده می‌کنه که اونها رو با اکسسوری‌های با کیفیت مثل یک ساعت مردانه شیک و کفش‌های چرمی تکمیل می‌کنه. رتبه 8 عمر برکان القلا زیباترین پسر دنیای عرب، یک مدل مشهور، بازیگر و عکاس عراقی است که در سال 2013 در یک حادثه به شهرت بین‌المللی رسید که در آن او و 2 مدل مرد دیگر به دلیل ادعای جلب توجه زنان از جشنواره فرهنگی عربستان سعودی اخراج شدند. این مسئله اگرچه بسیار مورد مناقشه قرار گرفت، اما آقای القلا را در کانون توجه قرار داد و او به عنوان سمبل جذابیت مردان عرب شناخته شد و از آن زمان در کمپین‌های مختلف مدل‌سازی و فتوشاپ ظاهر شده است. او کلیشه‌های سنتی مردانگی عرب را به چالش کشیده و تصویری مدرن‌تر از مردان عرب در عرصه جهانی ترویج می‌کند. مردی که می‌تواند بهترین کفش بسکتبال را با شلوار جینش بپوشد و محدود به لباس ملی و محلیش نباشد. رتبه 7 ادریس البا او یک استعداد همه‌کاره است که با حضور جذابش خود را به عنوان یک نماد چند وجهی در سراسر سینما، موسیقی و سرگرمی قرار داده است. تسلط او بر اندازه‌ها، خیاطی دقیق و ادغامش با اکسسوری سبک او را بیشتر به نمایش می‌گذارد و او را به یکی از جذاب‌ترین و زیباترین مردان جهان تبدیل می‌کند. رتبه 6 هنری کویل هنری کویل بازیگر کاریزماتیک بریتانیایی با نقش‌های متنوع و حضور غیرقابل انکار خود مخاطبان را در سراسر جهان اسیر کرده است. مقاومت و ارادت وی به تناسب اندام وضعیت وی را به عنوان یک ستاره پیشرو اکشن و یکی از جذاب‌ترین مردان جهان تقویت می‌کند. فراتر از بازیگری او همچنین یک موسیقیدان ماهر و مدافع محیط زیست و حیوانات است و او را مظهر مردانگی مدرن می‌دانند. رتبه 5 دیوید بکام که بازیکن فوتبال سابق در تیم‌های منچستر یونایتد، رئال مادرید، آسی میلان و پاریس سن ژرمن بازی می‌کرده و در سال 1999 به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال اروپا انتخاب شد. دیوید بکام یک نماد مد شناخته شده است. او به دلیل سبک لباس خود که ترکیبی از کلاسیک و مدرن است، مورد تحسین قرار می‌گیرد. رتبه 4 هریتیک روشن بازیگر سرشناس هندی است که به خاطر توانایی‌هایش در رقص نیز شهرت دارد. او در حال حاضر یکی از پولدارترین بازیگران هند است. او همچنین در بسیاری از اهداف بشردوستانه دخیل بوده و همچنین خط تولید لباس خودش رو راه‌اندازی کرده. از فیلم‌های او میشه به مسیر آتش، فیلم علمی تخیلی یکی پیدا شد، گاهی شادی گاهی غم و سریال فقط به رقص اشاره کرد. رتبه 3 براد پیت بازیگر و تهیه کننده آمریکایی، یکی از محبوبترین و موفق‌ترین ستارگان هالیوود است. او تاکنون بیش از 50 فیلم در کارنامه خود دارد. او با ظاهری غیر متداول، لباس‌های خاص و شیطنت‌آمیز توانسته است جلب توجه عظیمی کسب کند.
او با استایل جسورانه و ترکیب اصالت و راحتی و لطافت شخصیتی دوست داشتنی ایجاد کرده است. رتبه 2 رابرت پاتینسون، بازیگر بریتانیایی و پرطرفدار که در لندن متولد شد. او با بازی در سری فیلم‌های تویلاک به شهرت جهانی رسید. موهای طبیعی و چهره‌ای خیره کننده به همراه انتخاب لباس‌های اسپورت و افتخارآمیز پاتینسون را به یکی از جذاب‌ترین مردان جهان تبدیل کرده است. او همچنین برای بازی در فیلم‌های گرگومیش و بتمن به شهرت جهانی رسید. و بالاخره رتبه 1 کیم ته یونگ با نام هنری وی، یکی از اعضای گروه موسیقی کره‌ای معروف BTS به عنوان جذاب‌ترین مرد دنیا در سال 2024 انتخاب شده است. کیم ته یونگ برای دومین سال متوالی به عنوان جذاب‌ترین مرد دنیا انتخاب شد. او 7 بار توانسته این عنوان را در یک نظرسنجی جهانی که توسط یک مجله بریتانیایی انجام شده به دست بیاورد. او بیش از 7 میلیون رأی از 163 کشور جهان کسب کرده و از چهره‌های سرشناس هالیوودی پیشی گرفته است. تلاش‌های بسیار سرسختانه او و تیمش برای رسیدن به موفقیت در صنعت موسیقی پاپ کره‌ای بسیار تحسین برانگیز است. او جزو جوانترین افرادی بود که به خاطر گسترش فرهنگ کره نشان لیاقت فرهنگی از رئیس جمهور کره جنوبی را دریافت کرد. اگر از این مطلب خوشتون اومد، برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید.